آیا از این که دلت سخت شده رنج میبری؟ آیا از مشکلات و مصروفیت‌های زیاد و تقصیر در عبادت رنج میبری؟ آیا میخواهی بیشتر به الله نزدیک شوی اما نمیتوانی؟ اگر تو با هر کدام از این مشکلات روبرو هستی، در این عبادت تقصیر نکن. اعتکاف بهترین فرصت است برای کاستن از مشغولیت‌های دنیوی و در اعتکاف تمرین دادن نفس بر درست استفاده کردن از وقت و عبادت زیاد و رهایی یافتن از بعضی عادات بد همانند پرخوری، خواب زیاد و پرحرفی است. برای اینکه شخص مسلمان میوه‌های اعتکاف را برچیند، باید شخص مشغول یاد الله، نماز خواندن، تلاوت قرآن و دیگر عبادات باشد و همچنان باید از هر چیزی که به آن نیازی نیست دوری کند و از هر چیزی که وقت را هدر می‌دهد و شخص را از عبادت باز می‌دارد دوری کند. اعتکاف خلوت است با الله که بنده باید آن را غنیمت بشمارد برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به الله عزوجل. الله متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: هرگاه بنده ام یک وجه به من نزدیک شود، من به اندازه 1 ذراع به او نزدیک می‌شوم و اگر به اندازه 1 ذراع به من نزدیک می شود، من به اندازه 1 با یعنی فاصله باز کردن دو دست به او نزدیک می شوم و اگر قدم زنان به سوی من بیاید، من دوان دوان به سوی او خواهم آمد.